تعجب بعدی من از ائمه جمعه ماست در سراسر کشور، به ویژه تهران که ما حالا شهروند این شهر هستیم. ما چقدر از زبان ائمه جمعه‌مون، آقای علی اکبری، آقای سید احمد خاتمی، آقای صدیقی، حالا یه فرد دیگری هستش بگید من جان اندازم، این سه بزرگواری که حداقل خاطرم هست، آقای ابوترابی. خب ما از این عزیزان تا حالا بارها نطق‌های خوب شنیدیم، بابت همونا من تشکر میکنم ازشون. پشت سر همین ما نماز خوندیم تا حالا، یعنی بحث شخصی خدا نکرده نداریم با کسی. ولی سوالم از این 4 بزرگوار، آقای ابوترابی، آقای علی اکبری، آقای صدیقی و آقای خاتمی، این هستش که این همه شما علیه استکبار خارجی به درستی فریاد زدید، دستتون هم درد نکنه. این همه علیه ترامپ حرف زدید، دستتون هم درد نکنه. واقعا خدا وکیلی بینی و بین الله